چیکار میکنی؟ دارم آینه دقمو نگاه میکنم. خوش اومدید به گرونترین ویدیوی من تا به الان. من 3 تا ویدیو گذاشتم، این سومی گرونترین ویدیوی منه و قراره با هم دیگه عجیب غریب ترین نوشیدنیای دنیا رو که جمع کردم یه جا رو با هم دیگه تست کنیم ببینیم چیه که گرون. این میزو برداریم بیاریم میز سختا. مارتین فورد. And his name is John C. خب شاید فرض سوال باشه این میز چجوری از این در میخواد بره بیرون؟ با علم فیزیک. خدا قراره اینجا برای ویدیو گرفتاره. خیلی خوبه. نه گلای پژمرده داریم. گرونترین نوشیدنی چیه؟ گرونترین نوشیدنی عرق. جا نموندی. ای بابا ای ما براتون با سوال بشه که این صندلی چجوری میخواد انجام بره تو راحتی خوش اومدید به پارت 3. من تجربه میکنم خوب بود انجام بده. اول بذار من سابسکرایب رو بوست بکنم. ای جانم آخری رفتم عجیب غریب ترین نوشیدنیایی که داخل بازار ایران و بازارهای خارجی و برون مرزی هست براتون پیدا کردم که ببینم آقا چرا انقدر گرونن، آیا طعم عجیبشون به قیمتشون میارزه یا نمیارزه. اولین نوشیدنی که براتون در نظر گرفتم خیلیاتون تو سوپرمارکت دیدین ولی هیچ وقت خرید نکردین و تستش نکردین. ردبول با طعم نارگیل و میوه‌های قرمز. رنگش آبیه. بعد میوه‌های آبی ریختن توش. بعد زدیم میوه قرمز. سلامتی سابسکرایب ها. خیلی خوشمزه است. مزه بلوبری میده. من میگم میوه‌های قرمز. خیلی از ردبول معمولی خیلی خوشمزه تره. مزه بلوبری فقط میده. اون نارگیله رو فاکتور بگیری. فکر کن مثلا داری همون ردبول معمولی رو میخوری با طعم بلوبری. خیلی خوشمزه است. بریم آیتم بعد. نوشیدنی بعدیمون شاید شما ردبول رو دیده باشین و نخریده باشین یا شاید هم بعضیتون خورده باشین. نوشیدنی بعدی رو قول میدم که اصلا نخوردی. مارادونا با امضای خودش. حجم 250 میل. عجیب غریب بود واسه من اینو دیدم. تو ایران هم پیدا میشه. من خودم از ایران گرفتم. بریم ببینیم چجوریه. داشت میشکست. میخوام انرژی درینک رو بگم بهتون. انرژی آب مارادوناست. میدونید چند تا مارادونا تلف شدن تا این ساخته بشه. رنگش مثل هایپه. هایپه مزه هایپ میداد. خود هایپه. به اولین نوشیدنیمون چون یه مقداری متفاوت تر از ردبول بود از 10 نمره 6 رو بهش میدم. بازی دومون که نوشیدنی مارادونا بود. مارادونا رو ریخته بودم داخلش. روزهای عجیبیه دیگه. چون طعم هایپ میداد و شکل ظاهریش خوشگل بود اونم فقط به خاطر شکل ظاهریش نمره 2 رو میدم. و اما نوشیدنی بعدیمون لاو فان. عکسو بگیر. نوشیدنی جنسینگ. عکس 2 تا زوج کفتر عاشق دارن. این نوشیدنی واسه کسایی که زوجایی که نسبت به هم دیگه سرد شدن خیلی خوبه. روش هم زده لاو فان جنسینگ درینک. بریم ببینیم چیه. تایلندی هم روش نوشته. مثلا تایلند چرا اینجوریه کلا؟ بوی آدانس خرسی میده. اینم رنگش زرده. آمپر نشستونیم بریم بالا. توش تیکه های سیاه رنگ هست. تلخه. خیلی تلخه. وای. لیمو شیرین رو میذاری بیرون خیلی تلخ میشه. تلخش مثل اونه یه ذره بدتر. چون طعم نداشت حالا نمیدونم تاثیرات بعدش رو باید ببینم ولی نسبت به طعمش من بهش 1 میدم. اصلا به درد نمیخوره. برو بریم آیتم بعدی. نوشیدنی قبلی اصلا ارزش خرید نداره. اصلا تو سوپرمارکت من این از ایران خریدم. هر جا تو سوپرمارکت دیدین نخریدش. برای رفع کتی که طعمش از دهنمون بره یه نوشیدنی با اصالت از آمریکا براتون آوردم.
کوکاکولا با طعم وانیل. خودم اصلا جایی تو ایران ندیدم اینو اصلا ندیدم. حالا یه سری نوشیدنیای دیگه هست جلوتر بهتون نشون میدم، حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید و حتما تا اینجا اومدی تا این کوکاکولا رسیدی لایکو بزن، به من خیلی کمک میکنه. بریم میگیری؟ پس بریم. وای شکست؟ نه آها. خب شکرش خیلی بیشتر از کوکاکولای دیگه است. به منم از اینا میدی؟ آره همین دیگه. توی کوکاکولای معمولی میده، همون کوکاکولایی که عادی میخوریم، رنگش هم همونه، بوش هم همونه و اما برسیم به طعم. سلامتی کسایی که تا الان لایک کردن. خیلی خوشمزه است. به کوکاکولا رو داری، وانیل هم داری، شکرش از کوکاکولای معمولی بیشتره ولی اصلا شیرین نیست. وانیل رو داری، کوکاکولا رو داری، شکرش هم زیاده ولی اصلا شیرین نیست. خیلی خوب بودی. من به این شماره 8 میدم از 10. واقعا عالیه. من یکی دیگه هم میخورم. خیلی خوشم اومد. بریم آیتم بعدی. شاید با خودت بگی مهدی کوکاکولا با طعم وانیل رو ما میتونیم پیدا کنیم. زیادم عجیب غریب نیست. آیا پپسی با طعم رزبری خوردی؟ هر وقت خوردی بیا صحبت کنیم. منم هنوز نخوردم. بذار بخورم بعد بیام. پپسی با طعم رزبری. بریم تست کنیم. بوی شاتوت میده. رزبری چی میشه؟ من خیلی توت. از پهنا توته. شاتوت. اینم رنگش مثل پپسی معمولیه، یه ذره روشن‌تر از کوکاست. بوش خیلی خوبه. حال کردم. بدون شکرم از زیرو شوگر. حال کردم. شیرینه کله قارچی هم بهش میگن. کوکاکولای قبلی خیلی شکر داشت ولی اصلا شیرین نبود. این اصلا شکر نداره ولی شیرین. آره نگاه. همون طعم شاتوت میده، اصلا طعم پپسی نمیده، فقط طعم شاتوت گاز داره، یه مقدار رنگش سیاه. به نظر من از 10 نمره 7 بهش میدم. واقعا ازش خرید داره. حال کردم باش. گازش هم خیلی درختیه که همزمان با برگش توت میکنه. تو ویدیو اول یعنی ویدیوی مانستر بهتون گفتم که هر چیزی که ژاپنی نمیشه چون من ناخودآگاه میرم میخرم اصلا همینجوری. نوشیدنی بعدیمونم الان بهتون نمیگم چیه. شما شاید کوکاکولای با طعم وانیل خورده باشید، پپسی با طعم شاتوت خورده باشید. بگو ببینم پپسی با طعم بامبو خوردی تا حالا؟ بریم هم دیگه تستش کنیم. یه میوه‌ای هم داره روش، واقعا اطلاعاتی ندارم راجبش. شبیه چیز گلابیه ولی میدونم یه میوه‌ایه که مختص ژاپنه، آب و هوای ژاپنه. چه گازی داره. بوش بوی کوکاکولای پپسی معمولیه. رنگش هم همینطور. وای چقدر ناشتا اینقدر نوشیدنی شیرین نخورده بودم تا حالا. نمیذاره طعمش رو بفهمم. تا میاد رو زبونم قشنگ جذب میشه میره اصلا. چقدر عجیب غریبه این. می‌بینیم اون شیرینی پپسی رو اولش میفهمی بعد سریع از زبونت میره، اصلا نمیفهمیش دیگه اصلا قبلا بوده نبوده. بذار یه بار دیگه بخورم. انگار پپسی و معمولی رو با آب معدنی قاطی کردی، اصلا نمیفهمی طعمشو، اصلا نمیذاره بفهمم طعمشو. آخه من بامبو هم نخوردم بگم چه طعمی میده. یه طعم‌مزه گلابی داره میاد زیر زبونم ولی همون پپسی با طعم آبه. خوشم نیومد. ژاپن از 10 به این نمره 4 رو میدم. ارزش خریدم نداره. بزن بریم آیتم بعدی. نوشیدنی بعدیمون عجیب غریب ترین نوشیدنی حال حاضر دنیای کنونیه. سریال ریک اند مورتی خیلیاتون دیدین، خیلیاتون باهاش آشناییت دارید. یه اپیزود داره توی داخل سریال که ریک یه نوشیدنی درست میکنه و کلا داستان اون اپیزود راجع به اون نوشیدنی است. اون نوشیدنی رو من اینجا دارم. از خود ریک خریدم. نوشیدنی ریک اند مورتی. طبق چیزی که من داشتم میخوندم داخل گوگل و چیزی که اون اپیزوده، حالا نمیدونم اپیزود کدوم اپیزودشه، حتما برام بنویسید تو کامنت ها برم یه بار دیگه ببینم. اگه همون باشه، اگه واقعا نزدیک به همون باشه، یه طعم بدمزه‌ای باید بده. بریم ببینیم چی داره داخلش. اوه صورتیه، خوشمزه است. پس هیچ بویی نداره، هیچ بویی نداره. سلامتی سابسکرایب. کلا رفت به سرم. آبگاز داره. تا رسته رفته تو پاچمون.
ببینید روش زده چری، یعنی آلبالو، رنگش هم رنگ آلبالو هست. یه ترشی خیلی 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 کم داره داخلش. ولی در کل همون آبگاز داره به رنگ صورتی. خیلی هم گرون خریدمش، اینم جزو گرونترین نوشیدنیه که گرفتم و ارزش خرید اصلا نداره. از 10 بهش 4 میدم، فقط به خاطر شکل ظاهریش. بریم آیتم بعدی. لوگان پال و KSI خیلیاتون میشناسید، منم ارادت خیلی خاصی بهشون دارم، واقعا فنشونم. نوشیدنی پرایم رو تولید کردن. خیلیاتون فکر میکنید که پرایم یه نوشیدنی گازداریه که انرژی بهتون میده، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. پرایم آبه، آب معدنیه که داخلش 10% آب کوکونات نارگیل داره و یه سری خواصای دیگه بهش اضافه شده و طبق گفته لوگان پال و KSI این بافت عضلانیتون رو آب رسانی میکنه، یعنی آب میرسونه به بافت عضلاتتون. و این نوشیدنی آب معدنی تم داره، یعنی خیلیاتون میرید اینو میخرید فکر میکنید انرژیزاست، من خودم هم همین فکر رو میکنم، ولی در صورتی که این آب کلا. دو تا از جدیدترین کاراشو براتون آوردیم. این مدلش داخل ایران اصلا نیست، نگردید. بریم با هم دیگه تست کنیم ببینیم چی هست. این اول از آبیه شروع میکنیم چون دوستش دارم. لوگان پال و KSI یه تالنتی دارن، اصلا چی شد که این مدل پرایمو زدن. این لینک اینجا شو، اینجا یه لینک QR کد داره. اگه اینو QR کدش اسکن کنید میتونید تو چالش رو شرکت کنید. تا اونجایی که من میدونم یه سری توضیحات هم اینجا داده. داخلش 10% آب نارگیل داره، ویتامین B رو همه رو داره و اینجا نوشته الکترونیک. حالا نمیدونم چیه داستانش. بریم ببینیم چی داره. همه پرایم هم بدون شکر دوستان. پرایم باید اینجوری بخوریم. نه خوشحال. برعکس اون پرایمایی که تو ویدیو اولی خوردیم. نوشیدنی بعدی از پرایم میشه این مدل صورتیش که اینم 10% آب نارگیل داخلش داره، ویتامین B رو همه رو داره و این پرایما برای شبکه اجتماعی X یا همون توییتر قدیم تولید شده. کلا اصلا مارکت پشت این برند خیلی قویه، یه مارکت یوتیوبی قوی داره. این خیلی خوشمزه تر بود. این با طعم فکر میکنم شاتوت باید باشه، روش آخه نزده هیچی، ولی اینو میخوری سریع طعمش از دهنت میره. ولی این عین آدامس طعمش رو دهنت میمونه، طعم آدامس میده و همون آب نارگیله رو داخلش داره. خیلی خوشمزه بود. ولی در کل پرایم نوشیدنی نیست که بتونید هر روز بخورید. از 10 به این نوشیدنیام به هر کدومشون به این 5 رو میدم، به این 7 رو میدم. واقعا این ارزش خرید رو داره. برو بریم آیتم بعدی. نوشیدنیه که توی قسمت قبل دیدین، خب شاید همه رو بذاری کنار هم، شاید مثلا 1.5 2 میلیون بشه، ولی بابت این من فاکینگ $27 یعنی 2 میلیون پول دادم. عزیز من سابسکرایبای من باید بدونن یه جا یه آب معدنی 2 میلیونی دیدن، باید بدونن آیا ارزش خرید داره، آیا برن بخرن، آیا نخرن، چه طعمیه. ولی واقعا اگه طعم آب معمولی بده واقعا سرم کلا رفته و واقعا حالم خراب میشه، چون فقط 1 ماه بابت این ثبت کردم، چسبم بهش زدن که نشی نده. رونالدو از این آب معدنی خیلی میخوره، خیلی، اصلا یعنی یکی از طرفدارای این برنده. و چرا این انقدر گرونه؟ یه جزیره به نام فیجی یه جای دنیایی هست همینجوری. خب این گیاها رو میبینید، یه سری گردا پخش میکنه تو آسمون، تو کیهان، تو منظومه شمسی. وقتی ابرا میان بارون میزنن، این گردایی که روی هوا هم با آب بارون غنی میشه، میاد میره چی؟ میاد میره تو رودخونه، میاد میره تو چشمه و صاحب این برن میره از اون چشمه آبو خارج میکنه، فیلتر میکنه، حالا قابل خوردنش میکنه و این میشه آب معدنی فیجی. میگن جز سبکترین آب معدنی هست، یعنی بدون املاح ترین آب معدنیه که توی دنیا وجود داره. بریم ما هم دیگه تستش کنیم. YouTube is fake knife. بریم. واقعا حق دارن انقدر چسب بهش بزنن. 2 میلیون چی داری تو لامصب؟ چی داری تو؟ خیلی اوضاع خیته. واقعا عجیب بود برای من که یه آب معدنی 2 میلیون. وست خوردین؟ آب معدنی وست نروژیه. بله. اون 300 تومنه. خیلی هم تو ایران عرفه دارنش، ولی اصل آب معدنی گرون این آب معدنی فیجیه. وای استرس دارم، خدا کنه حداقل یه ذره 1% 2% با آب معدنی لوله کشی های ایران فرق کنه. وای بو نداره. وای
استرس دارم. رفته تو باچم. وای ببین از حق نگذریم. بذار دل خودم رو خنک کنم. یه فرق کوچولویی با هیچ فرقی نمیکنه، همونه. وقتی میخوای خودتو قانع کنی. آها یه ویدیو داشتم میدیدم، حالا شاید یوتیوب نذاریم و بذاریم توی ویدیومون. یه رپرای آفریقایی بودن بعد با آب معدنی داشتن فلکس میکردن، آب معدنی رو میریختن رو خودشون میخورد از فلان اینا. تو آفریقا آب کمه، هر کی آب زیاد داره پول داره. ای بابا ای بابا. اینم از آب معدنی 2 میلیونیمون. حتما پیجمو سابسکرایب کن که حداقل پول این در بیاد برای من. ویدیومم لایک کن. خدا نگهدار. عجیبه.